تشکر میکنم از آقای توکلی بابت زحماتی که توی این مدت کشیدن و خیلی اذیتشون کردیم. میخوایم پروسه توضیح بدم از اول تا به آخر. اینطوریه که یه زمانی گذاشتیم برای اینکه بیایم یه مشاوره بگیریم. این مشاوره توی چند مرحله انجام شد، چون کیسی که ما انتخاب کردیم کیس مهاجرت تحصیلی بود. کشورهایی که حالا ما در واقع انتخاب کرده بودیم اروپا بود، مثل نروژ، آلمان، هلند و انگلیس. به خاطر هزینه‌ها و زمان دانشگاه گزینه ما اول انگلیس شد و گزینه‌های دیگه‌مون حالا نروژ و آلمان و بقیه کشورهایی که حالا گفتم. این پروسه خب لازمش زبان بود، زبان و تمکن مالی و دانشگاهی که باید انتخاب می‌کردیم، شهرهایی که باید انتخاب می‌کردیم و در نهایت دانشگاه برای مصاحبه برای ما در واقع وقت رو ست کردن. ما مصاحبه رو انجام دادیم. خوشبختانه بیشتر دانشگاه پذیرش رو به ما دادن و بعد ما شهری که می‌خواستیم رو در واقع